مقدسای مدینه از این تسبیح به دستا و جانمازا بکشا و اینا اومدن پیش امام صادق، گفتن آقای من، مولای من، سلام علیکم و علیکم السلام. و گفت آقا نماینده شما تو کوفه داره رو شما رو میبره. من گفت برای چی؟ گفت آقا این رفت و آمدش با لات و پوتای کوفه، آقا نماینده شما با کفتربازای کوفه رفت و آمد میکنه، در شأن شما نیست، شما امام اینا. بله آقا یه نامه‌ای بنویسی از همینجا ایشون رو عزل بکنید، ما هم این نامه رو میبریم میرسونیم و میششو میکشیم میاریم. خیلی روایت عجیبه. من شرع مقدس رو نمیزنم نستجیرو بالله، نه اصلا. امثال حبیب که متشرع محض بودن اومدن یاری ابی عبدالله، که برید تو معال سبتین ببینید ابی عبدالله که اومد بالا سر حبیب فرمود حبیب تو مرد فاضلی بودی، هر شب تا صبح یه ختم قرآن میکنه. بریر سید القراء فی جامع الکوفه. بله شرعو نمیزنیم ولی میگم یه سریا رو هم دست کم نگی، با چشم حقارت نگاه نکن. حالا دوتا خالم کوبیده، تیری پشم به من آخون نمیخوره، سبحکم الله و مساکم الله گفتنم بلد نیست، نوکریم چاکریم اینجوری حرف میزنه، اینا رو هم دست کم نگی. آدم پیش امام صادق گفتن آقا نماینده شما تو کوفه با اصحاب الحمام نشست و برخواست، بابا کفتر بازا بالا پایین میشه، یه نامه‌ای بنویسید اینو عزلش کنید، آقا این برای شما خوب نیستا. امام گفت عجب باشه، نامه رو نوشت و بست و مهرموم کرد، گفت اینو ببرید بدید بهش. این 4-5 تا هم خیلی سر حال و شیک و راحت سوار اسبا شدن تاختن اومدن کوفه و آن خدمت نماینده امامو نشستن و مثل شیری نامه رو دادن، گفت این نامه جعفر ابن محمده. نماینده امام گرفت خب باز کرد. بسم الله. آقا امام صادق تو این نامه نوشته من به مشکل مالی خوردم، پول برام جمع کن بفرست. شماها که مریدای امام صادقید از مدینه تا اینجا اومدید، خیلی هم متشرعید و خیلی هم فدای امام صادق میشده، سبحکم الله و مساکم الله بلدید، وضعتون هم خوبه، این پولو برای امام صادق تامین نمیکنید؟ یکیشون گفت من که دختر دم وقت، یکی گفت آقا ما خونمون پایین شهر میخوایم ببریم بالا شهر رو، منزل باید عوض بشه و منزل راحت بشه. اون یکی گفت شطورم و اسبم و هر کسی یه بهونه آورد. 2000 ناظر نشدم برای امام صادق. نماینده امام فرمود خب شما که اب نداره حالا ندارید دیگه، بشینید غذای چیزی بخورید، در راه طولانی اومدید، به غلامش گفت غذا درست کن براشون بیار و اینا رو نشون. همین فاصله که غذا حاضر شه یه غلام دیگهش گفت برو به کفتربازا کوفه جعفر ابن محمد پول میخواد. آقا اینا تا اومدن غذا آماده شه غذا رو بخورن در زدن. کیه؟ یه سری از مریدای امام صادق اومدن به قول امروزی سیبیل پولو ریخت، اون یکی دسته پولو گذاشت، اون کیسه پولو گذاشت. نماینده ما گفت اینا کجا اومده؟ یکی گفت آقا من همین کفترامو فروختم، یکی گفت من خونمو دادم رفت، اون یکی گفت من اسبمو دادم رفت. جعفر ابن محمد پول بخواد مگه ما دستمون شکسته ما جور میکنیم؟ بعد یه نگاهی کرد نماینده امام گفت شما میخواید امام اینا رو رها کنه شماها رو بچسبه؟ مرام و پاکار بودن خیلی این لاتا از بعضی از متشرعین خیلی بیشتره.